عرض سلام دارم به همه موشکافای خوب هموطن. آقا حسن فرفره با عبای جر اعتدالیش، اونم بعد از گذشت 15 روز از سال تحصیلی، هلک و هلک پشت رفت دانشگاه تا یه قرائتوار آکادمیک بیاد و یه خودی نشون بده. اما از ترس این که مبادا یهو پس کردنی چیزی نصیب شیخ اعتدال بشه، هم تماشاچی‌ها رو دستگیر کردن، هم سخنرانی دانشجوها رو حذف کردن. البته این که امروز جزو برنامه گذاشته نشده بود تا تشکل‌های دانشجویی سخنان خودشون رو بیان کنند، مایه تأسف من شد. شیخ فری، تو رئیس جمهوری یا چغندر لبلبو؟ اختیار جلسه سخنرانیت هم نداری، بعد میخوای دولت تدبیر و امید علم کنی؟ راستی کی سخنرانی دانشجوها رو حذف کرده؟ نکنه رئیس جمهور بورکینافاسو اومده حذف کرده؟ خب جای این سوتیای 3در4 بگو آقا ترسیدم دانشجوها مثل پارسال 4 تا درشت بارم کنن، واسه همین جای سخنرانی نمایش رو انداختم. اینم یکی از نقاط اوج نمایش. ما نباید بترسیم از اینکه اساتید ما در کلاس ها سخنان متفاوتی رو بیان می کنن. نظرات متفاوت، سخنان متفاوت. ببینید سخن متفاوت غیر از سخن مغرضانه است. بله یک کسی مغرض و یه بحث دیگری است، اما یک کسی هست نظرش هست و اون نظر خودش رو میخواد بیان کنه. خواهش میکنم سختگیری نکن. نتیجه موشکافانه این افاضات شیخ فری اینه که آقا هر کی تو دانشگاه اعتراض کنه، هر کی دنبال حقش باشه خطا کرده، اما باید نظام لطف کنه، اعتدال به خرج بده و سختگیری نکنه. تازه اگه خطاش کم باشه و الا مغرضه و حکمش هم معلومه، برو شیخ کلاش دلسوزید بخوره وسط امامت، زیر علامت سوال تو و اون ولی فقیه مفنگیتین. اگه منظورت از خطا در آوردن بابای شما خونداست، بدونید که دانشجوها اند خطاکاری هن. تلاش ما بر این بوده که در دانشگاه‌های ما فضای آرامش باشه، ضمن اینکه همه گروه‌ها نظرات سیاسی خودشون رو داشته باشن، نقد خودشون رو داشته باشن، در این حال همه بدانند اینجا دانشگاه هست، باشگاه سیاسی نیست، مرکز فعالیت احزاب نیست. حضور دانشگاه و دانشجو در مسائل سیاسی و اجتماعی فقط به این معنا نیست که راجع به سیاست خارجی یا سیاست داخلی صرفاً اظهار نظر بشه، که اونها هم حق دانشجویان و اساتیده. محیط زیست چی میشه؟ اونه نباید اظهار نظر کنیم؟ شرایط آب و هوایی چی میشه؟ نباید اظهار نظر بکنیم؟ خشکسالی چی؟ نباید اظهار نظر کنیم؟ موضوع کم آبی یا بی آبی چی؟ نباید اظهار نظر بکنیم؟ بعد میگن چرا موشکاف اینقدر میخنده؟ خب به ریش این گلابی میخنده دیگه. خودتی حسن، خودتی فری، خودتی شیخ فری. دانشجوها برن راجع به خوشسالی اظهار نظر کنن تا تو و اون کوسه و اون رهبر الدنگتون هر غلطی خواستید با دانشگاه و دانشجو و مملکت بکنی.
نه حاجی، خواب دیدی خیره. اگه قرار آب و هوا هم خوب بشه، با جارو کردن شما آخوندهای بوگندو خوب میشه. بله. میگن اگر تماس داشته باشیم با خارج، استادای ما برن استادای خارج بیان، نکنه یه وقتی یکی توش جاسوس در بیاد. دست فردارید از این بهانه جویی ها. لااقل این رئیس جمهور در امنیت ملی متخصصه، در چیز دیگه اگه تخصص نداشته باشه. چی شد؟ مگه تو متخصص با کردن قفل نبودی؟ مگه حقوقدان نبودی؟ مگه اون کلاه بوقیت از گلاسکو رو واسه دانشجوها خرج نمی کردی؟ حالا چی شده که تخصص امنیتی تو به رخ میکشی؟ آها، نقاب اعتدالت افتاده، دستت رو شده، واسه همینه به این فلاکت افتادی ها؟ فضیحت سفر نیویورک کم بود، فضیحت رفتنت به دانشگاه هم اضافه شد. داری کلکسیونی بزبیاری تو تکمیل بکنی شیخ فری، حواست هست؟